یو بچه چطور اومدو؟ خیلی خوب باشی. من رایزان هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن. آقا موضوع رو بچسب. فقط موضوع ویدیو از چه قراره سولو اسکواد اس کنم، چالش بدون مد کیت، یعنی کیت ممنوع، کیت میت نمنم، و اینکه میتونم ماسک و بونفایر استفاده کنم ولی مد کیت نه. حالا جنگ از چه قراره؟ اگر نتونم این چالش انجام بدم به غیر قرعه داخل کامنت ها یه دونه هفتگی جایزه میدم با آیدی. این آیدیش مهمه، با آیدی. و اینکه دوستانی که میخوام زرنگ بازی در بیارن و خیلی کامنت بزن نریزم، کامنت های تکراری با یه ربات قرعه کشی میکنم، کامنت های تکراری رو پاک میکنه و اون وقت من داخل یه شد ویدیو میذارم که میگم این آقا برنده شده، حتما به آیدی تلگرام من پیام بده جهت گرفتن جایزش. خب زیاستون رو در نمیارم، لایک کامنت سابیاتون نره، اون زنگوره کنارشم حتما بزنید که هر وقت من ویدیو گذاشتم یوتیوبتون خبر بده که رایزان ویدیو گذاشته و حتما بیاین ببینید. بریم سراغ چالش. لیتس گو. خب آقا به زور دیگه شماسون بکنه رو ندارم. آقا به زور از شد و اینکه این روزا مثلا خیلی دیر است که نه، به خاطر نت پینمون خیلی روزا اصلا وضعش خرابه. میاد این دیدم که میگه سولو اسکواد اس کردم و خدایش فقط امیدوارم که داستان غم انگیز نشه. آقا اصلا درست نیست، درگیر شدم گفتم هفتگی ولی مشکل نداره آقا، حلاله اون کسی که بهش برسه. امیدوارم من به کسی برسه که واقعا نیاز داشته باشه. کجا بپریم؟ بپریم بیماساکی یا نیماساکی؟ ولش کن. یادم رفت آقا بیارم. خب اصلا یادم رفت پاندا بیارم، کاش که پاندا آورده بودم. آره شد ولش کن. خب بچه همینجا میپریم و اینکه انیمی هست؟ انیمی چون نیومدن دنبالم. بابا قراره خوب لوت کنین ماماشون. نگاه وود افتاد به منظر. به نظرتون وین میشیم؟ آقا فکر کنم وین بشیم ولی نه فکر نکنم. رنگ پلیر نیستم آجی، رنگ پلیر نیستم، رنگم افتضاح. تلگرام آخه داشت دمت گرم. با همین میریم ویل میشیم. با همین میریم ویل میشیم آقا، دمت گرم. خدا آقا ناموسن ساب کنین، من دارم زحمت میکشم. مشکل داری آخه؟ مشکل داره. چست کنی انمی جلومونه. و بچه هایی که پی سی پلیر هستن و اف پی اس کم میگیرن حتما داخل کامنت ها به من بگم، من 0 تا 100 پی سی رو بیام واسهتون بگم. یه پک دارم خودم که قبل از اینکه یوتیوب بزنم میفروختم، ولی دوستانی که دوست دارن FPS خیلی کمی میگیرن حتما به من پیام بدن تا بهشون پیام که نه حتما کامنت بذارن که آره خدایی کامنت گذاشتین انجام میدم واسهتون. یه ویدیو 0 تا 100 پی سی فکر کنم یه نیم ساعت بشه کلا ویدیو، شما کمتر از نیم ساعت، خیلی نیم ساعت 20 دقیقه ویدیو میگیرم واسهتون. رجیتام همه چیزایی که استفاده میکنم، چیزی رو استفاده میکنم یه طوری برنامه هستی واسه فیکس لگ و FPS. انمی چرا نیست؟ کیتامون رو تا بندازیم. بونفایر هم که نیست دمت. آقا سوپر کیت مثلا مشکل میز میکشین من از استفاده کنم. بابا
بات آجی بات 400 سکه رفت بخاطر یه بات. مرسی گارنا. آقا چون رنگ من پایینه انمی زیاد نیست. خب موقعش بتونم 10 تا کیلو 10 تا کجا بود کمتر ممکنه بزنم. ممکنه اصلا بمیرم بو رنگ پلیر نیستم. کاش اصلا رفتم داخل کلش نک ویدیو رو گرفته بودم. اسکان بهتر بود رفتم کلشم. با چی داره میره بیناموز داری با چی میری؟ لاشخور داری با چی میری قصه؟ نه بات نیست. نه یاراش اونجا اینا نه هجی بات وای خاره تو نگاه اولی بابا نکنه آموسم. آقا چرا نتونستم بزنم؟ هد نخورد. آقا من رنگ پلیر نیستم. همین چالشو میریم توی لونفوش میگیریم. بابا من اصلا رنگ پلیر نیستم به خدا. من سال یه مرتبه رنگ پلیر نمیدم. عجب موضوع ویدیو بچه ها عوض کرد. بتل نمیریم آقا بتل نمیریم. خیار میفته به ما آخه. دست در نکنم. با من بتل اصلا نمیرم. من کلا یا کاس میرم با بچه ها یا راستش آقا ایدون همین الان شیفت کاریم تموم شد. یا اینکه چیز میکنیم با میان لونگ ولف. اصلا نه کلش شنک میرم نه بتل. ها بتل هم اوکی آجی 2 تا راند میرم حداقل در هفته 2 دست سالا میرم. خب ولی واقعا اصلا در اون حد نمیتونم بزنم. هی خدا بک دادی؟ بک داد؟ هی خدا. آقا بچه ناموسن لایک کنید سابو بزنید زنگوله کنارش هم حتما بفروشید. حالا همه واسه ما توی شدن نباید شو بدیم. نمیخوام بستشو بخورم ولی خب نمیدونم چون موقع رکورد ایمم خیلی میلرزه اصلا. ببین این ایم پدرسگ ما رو پاره کرد. موقع رکورد اصلا پدرمو در میره ولی اصلا اونطوری نه. موقعی که رکورد نیستم اصلا دمت گرم. ای خدا آقا چون نتونستم چالش انجام بدم. چالش حسابی ویدیو عوض شد. آی خدا یکم صدا بیامون کم کنم. مثل میکنم داره برمیگرده تو ویدیو. درسته داره برمیگرده تو ویدیو. نکن ناموسن کاش که بر نگرده. بخورش بابانی خب آقا بریم جلو. کید اصلا نمیشه کید زد بابا اصلا چرا من لونگ ولف برو گم شو بابا. دکتر زد هد بخور بینو. نه دیگه واقعا نمیشه کید زد. چالشه دمت گرم.
حالش که تمام شد. چی میزنم ناموسم بچه ها؟ برای گل و ماری و این چیزا مثلا گل و ماری یکیه که واقعا یه خبری دارم واسه خانوادم. بچه‌شون یه چیزی مصرف میکنه. خدا چی بود گفتم آخر امپی میکشیم بریم جلو. امپی هم نهاج بریم جلو. خب این ویدیو دیشبی که گذاشتم ویدیو نبود، شد ویدیو بود. خب همه اومدن زیرش چی گذاشتن، اصلا هماهنگ شده نبود و این چیزا. حالا من یه ویدیوی رو آخر ولش کن اصلا من اصلا کپی رایت چیزی بخوریم. منطقیه. این چی بود؟ افق ویندوز. مرسی ویندوز همیشه به فکر مایی. باتری مونم تمام شده. بابا بیا بمیر. آها تو ای خدا بتوانت بابا. خب بچه این بود از ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینکه آقا حتما کانال رو ساب کنید، لایک کنید و زنگوله کنار بزنید که حتما وقتی من فکر کنم یه فردا که نه پس فردا هم نه، یعنی دقیقا 3 روز دیگه کسی که برنده رو داخل یه شورت ویدیو میذارم. خودم هم نگاه کن بذار واسه بگم چطوری این سایت هست. مثلا یه ویدیو میدی میگه کامنتاشو واسه هم چیز کن، کامنتای تکراری رو پاک میکنه، پاره کشی میکنه و اینکه همونجا هم همین کار پاره کشی انجام میدیم که وقت سوء تفاهمی پیش نیاد. خب بچه ها لایک کنید، ساب کنید، زنگوله کنارش هم حتما رو آن بذارید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوبتون خبر بده و اینکه همین دیگه تمومش کنیم. Let's go.